السلام علیکم دوستان عزیز. از شما خواهش در زیر ویدیو لایک کنید و به کانال ما ابونه شوید. امروز خوش خبر داریم تا که دیگر مردم از این خوش خبر به خبر نمونند. امروز پنجشنبه 19 اکتبر درباره قرب اسعار ملی و خارجی معلومات می‌دهیم که $100 برابر به 1095 سومانی و همچنین 100 یورو برابر به 1158 سومانی را تشکیل می‌کند. دوستان، برادران و خواهران، بخیل نشین، در زیر ویدیو یک لایک کنید و به کانال ما پادپیسات کنید. از شما چیزی نمی رود، تنها یک ثانیه وقت خود را صرف کنید. رحمت برای دستگیری، خدا از شما راضی باشد. دوستان عزیز، خوشبختانه روز تا روز بر روزهای خوب رسیده ایستاده‌ایم، قدم مانده ایستاده‌ایم که 1000 روبل برابر به 112 سومانی و 80 درم است. ان شاء الله به زودی روبل بالا می شود، برای آن که هر سال آغاز ماه اکتبر نوامبر چی می شود، روبل بالا می شود ان شاء الله. و 100 لیره ترکی برادران عزیز، کسانی که در ترکیه هستند می توانند یک بار دیگر با واسطه گوگل تفتیش کنند، نظارت کنند. 100 لیره ترکی برابر به 43 سومانی و 32 درم را تشکیل کرده ایستاده است. و به خواهش یک برادرمان که در باره پول قزاقستان یعنی که تنگه معلومات گفته بود، 1000 تنگه برابر به 23 سومان و 02 درم یعنی که 23 سومان را تشکیل می کند. دوستان عزیز، رحمت برای دستگیری، رحمت برای حرمت و احترام. خداوند از همه شما راضی باشد. برای کار برای همه شما خواهانیم.